منشأ اولیه خلقت و کائنات از دیرباز مورد توجه انسان بوده و خالق هستی 4 مرحله در قرآن مطرح کرده که به حالت کلی بوده. اول غیب هست، بعد بدی، بعد فاطر و 4م خلقت. موضوع این جلسه و موضوع بحث ما که مطرح میکنیم موضوع بدیع السماوات و الارض یا به دیده علمی امروزی مهبان می باشد. مطالعات پس زمینه کیهانی به لحاظ علمی و نجومی مشخص میکنه که اشعه های کیهانی که به ما رسیده مربوط به 14 میلیارد سال قبل می باشد. تئوری مهبان قوی ترین مدل و الگویی است که دانشمندان و ستاره شناسان مورد استفاده قرار میدن و تئوری تقریبا بیشتری و موارد بیشتر را در بر میگیرن. و اما موضوع این جلسه‌ای که عنوان شد میتونیم برای مطالعه بیشتر و اطلاعات بیشتر به کانال‌های آفرینش و حیات، کانال توضیحات، موضوع قرآن پژوهی مراجعه کنیم و همینطور در کپشن مفصل اینها رو آوردیم.